شبیه هم دارید رفتیم یه تا عروسی رفتیم یه 10 تا عروسی شد. شیشه ماشینا رو شکستن. شیشه ماشین شوهرین هم شکستن. اونجا خیلی هرس خورد. منم خیلی هرس خوردم. با داماد دفعه بعد بود رفته بودیم اومده بود تو تایفه من خیلی هرس خوردم. خودشم اومدیم امشب نه فردا شبش من رفتم براش چینیاشو بخرم بازار. گفتم خب دیگه عقدش بریم یه ذره چیزاشو بخریم. پسرم رفتیم زنگ زد و گفت مامان بین از استفراغ میکنه. ما فوری اومدیم خونه بردیمش اینجا بشید دکتر شکرآبادی سوزن سروم های نامرش بشه. رفتیم تو دار و شب بازداریم هرچی سروم رفت تو بدن این شدید تر شد یعنی شدیدا. یعنی اینا همینجور این سروم به این اصلا رکه نداشت. این استفراغ گفتن یه مال کانسه یا مالکیس صف راست و هرچی بردیمش زهرای مرزیه 4 پریماس زهرای مرزیه و سر آندوسکوپی کردن. خیلی عکس گرفتن خیلی آزمایش روش کردن تمام همه رو گفتن سالمی. یعنی ما جوری بودیم که 3 بار این آندوسکوپیش کردن. گفتیم کاش که نمیدونم کاش که چیزی نباشه. یعنی ما گفتیم کاش که چیزی باشه. یعنی کاش در اینجا خواهر ما فقط نظر نیاز بدن این یک مشکلی تو ایمیل داشته باشه مشکلی تو صفراش داشته باشه اینجور باشه. ما گفتیم باشه نمیگفتیم نباشه. یعنی اینقدر بعد شد چوری. یعنی من گوشتی بدن این بچه که آب میشده میدیدم. حدودی 2 سال این رخت و خواب که اینجا 5 شد تا اومد عروسش بشه اینجا 5 دریش کم شبا کردم. 16 روز تو بیمارستان از زهرا بستریش خوب گریه نداریم عزیزم یا گریه کنیم برو بیرون حوصله ندارم فشارمون نمیکنم میره بالا. یعنی جوری باید بودم که تو بیمارستان تو اتاق عمل که میبردنش سطرش دستش بود. یعنی اینا هنوز که نرفته بود تو اتاق عمل نه رو تخت بیهوشش کردن. خدا میدونه بعد 16 روز بیمارستان سطرش دستش بود آوردنش. یعنی هیچ دکتر مهاجر میاد بالا سرش با این سال نگاش میکنم. یعنی تمام این بیمارا تمام این پرستارا انگار این اینی موزلی شده بود براش. خیلی وضعش خراب. خدا میدونه من چه شب تا صبح پایا با این نمیتونم 5 دقیقه به 5 دقیقه استفاده 5 دقیقه یعنی یه بطر یک نیم آب میخورد فور اینا رو بالا میبود. چقدر من شب تا صبح اینجا نماز میخوام این سرش رو پامد یعنی تا عروسیشا که کردیم مثل اینا که یه تو بیمارستان من عروس بس که قرص عصب 16 تا قرص عصب ما به این دادیم شب عروس این 5-6 سال یک دورانی خیلی یعنی هرچی بگمش که باورش نمیشه ما چه روزایی گذروندیم برای خیلی کارام کردیم. حتی برادر شوهرم شهر بودیم گفتن هیچ دورا دور براش کردن مرغ بخوش چی از اول بوده بگو خیلی یه وقت یک شما ندیدیم ما هرچی با تو بکنیم یه چیزی دیگه میاد رو شما اول ما دادیم همه رو گفت دادی یکی باطل کرد. ما اون موقع که هنوز اینا من باور نمی‌کردم که یک کسی کاری براش کرده باشه. اینجا خوابیده با خواهرم زنگ زد و گفت که حاجی من یه جا رفتم بهارستان گفتن اینا چیز بهش دادن خورده دوران درمانش هم طولانیه اما خوب میشه. بودم برو حاجی بی خود حرف نزن کی بهش چیز داد یا تو خاله بهش داده یا اون اما خیلی هیچ جا نرفت. اینا مهمونی یعنی میکردم تا گوشاش میکردم ولی این سر سفره که میشه استفراغ میکرد نمیتونست غذا بخوره که من همچنان حرس بکنم جهان تو باید بعد این پسر اومد چیزش هم نمیدونم چی میدونستم به چه نمیخواهده گفتم یقینا این یک مشکلی با شوهرش داره نمیخواد به ما دیگه. بعدش
اومدیم و همجور یه خود آب دا 70 تا حملو خدا تربت امام حسین بده با این کار. یعنی ما تربت رو زبونی میذاشتیم فوری برمیگرد. یعنی ما هیچی یه نورو بیون این دختر نمیتونه بزنه اینا باید استفراغ بکنه تا این از بدنش بدنش بره اینجوره. بعد اومده برادر شدم همین که حالا آقا ناصرم به ما معرفی کرد گفت که یکی شهر کردستان خیلی اومدم خدا میدونه چی دعا برای این شهر کرد می‌بردن اما میذاشتیم این چه وضعیتی بهش دست داد. یعنی من نمیدونیم که چطوری براتون باز بکنم که من چه شب تو پایه در کناری میگذرم بس که بدن و روزه میریزه خودش اینقدر قدرتش خیلی